سلام و درود خدمت همراهان همیشگی پیج مستر شطرنج. امروز می‌خوایم با هم دیگه یک استراتژی خیلی خوب در برابر کسی که شاغل نمیرن رو یاد بگیریم. کسی که شاغل نمیرن این ایده رو در ذهنشون دارن، میگن اگه من شاغلی کوچیک برم در اینجا جایگاه شاه من لو میره و حریف میتونه از موقعیت جایگاه شاه من استفاده کنه و باعث کسب ابتکار عمل به حریف بشه. حریف وقتی کسب ابتکار عمل بکنه میتونه خیلی راحت به من حمله بکنه و من در وضعیت بدتری قرار بده. پس شاغل کوچیک نرم بهتره و شاغل بزرگ رفتن از شاغل کوچیک خطرناکتر هستش و بازی رو تا حد زیادی دولبه میکنه. برای این شاغل بزرگم نمیرم. پس چه کاریه؟ نه شاغل بزرگ میرم نه شاغل کوچیک میرم. شامو در وسط نگه میدارم که این یک طرز تفکر بسیار اشتباهی هستش. وقتی که حریف شاغل نمیره و در وسط صفحه شطرنج میمونه یک کار خیلی خطرناکی رو داره در اینجا انجام میده. چرا؟ وقتی که حریف در وسط صفحه یعنی شاهش سر جای اصلی خودش بمونه، هم از جانب شاه و هم از جانب وزیر بهش حمله میشه و فرصت دفاع کردن رو پیدا نمیکنه. اما وقتی که ما در یک جناح شاغله بریم، حریف اگر بخواد از جناح دیگه نیروهاشو منوف بده تا به جایگاه شاه ما برسونه یک مقداری طول میکشه. برای همین بهترین کار اینه که شاغله بریم تا طبق اصول شروع بازی جایگاه شاهمون رو امن بکنیم. خب ما 4 تا کار میتونیم انجام بدیم زمانی که حریف شاغل نمیره. 1. ممانعت کنیم از شاغل رفتن حریف. 2. جلوی شاه باز میکنیم. 3. با نیروی بیشتری به شاه حمله میکنیم و 4. اجازه نمیدیم مهرهای حریف حالت تدافعی به خودشون بگیرن و دفاع از شاهشون بکنن. میخوایم در اینجا امروز یک بازی با هم دیگه نگاه کنیم زمانی که کاپابلانکا ماشین شطرنج یا فاتح تورنمنت ها شاغله نمیره. ببینید چه اتفاقی براش میفته. نابغه دوران یعنی آقای کاپابلانکا آیا میتونه قوانین شطرنج رو نقض بکنه یا نه؟ طبیعتا ما استثنا در شطرنج داریم اما استثنا قاعده کلی رو نقض نمیکنه. در اینجا کاپابلانکا سفید هستش و حریف ناشناسش سیاه هستش. بریم با هم دیگه بازی رو ببینیم. در اینجا آقای کاپابلانکا D4 میکنه، سیاه D5، E3. در اینجا آقای کاپابلانکا میاد E3 انجام میده تا از مرکزش حمایت بکنه. یک مقداری شرط بازی رو بسته میکنه اما به این شروع بازی میگن استونوال یا دیوار سنگی. اسب F6 میکنه. در اینجا سفید آقای کاپابلانکا میاد فیل D3 میکنه. سیاه هم میاد C5 میکنه. در اینجا حمله میکنه به مرکز سفید. سفید هم میاد در اینجا C3 بازی میکنه تا از مرکز خودش حمایت بکنه و سیاه تعقیب بکنه در اینجا C4 رو انجام بده. و در اینجا سیاه میاد اسبش رو گسترش میده در خانه C6. سفید تصمیم میگیره با پیاده مرکزیش پیاده C5 رو بزنه. یکی از دلایلی که در حرکت قبلی سیاه C4 نکرده بود همین بودش که سفید رو تعقیب بکنه که پیاده رو بزنه. در اینجا سیاه میاد A5 میکنه تا جلوی پیشروی پیاده های جناح وزیرش رو بگیره. سفید هم میاد در اینجا اسب D2 میکنه. سفید بهترین حرکت ممکن رو میکنه در اینجا E5 میکنه. یکی از دلایل دیگه ای که سیاه در حرکات قبلی پیاده C4 نکرد همین حرکت بودش که در اینجا زمانی که سفید بیاد پیاده C5 رو بزنه سیاه بیاد خیلی راحت مرکز رو بگیره و تحت تصرف خودش در بیاره مرکز رو. مرکز مطلقاً در اختیار سیاه قرار داره و در اینجا فیل سیاه داره به پیاده C5 حمله میکنه. سفید در اینجا میاد فیلش رو میذاره در خانه B5. سیاه پیاده رو میگیره و اون پیاده که داده بود رو پس میگیره. سفید اسبش رو در خانه F3 مستقر میکنه. یک هدف خاصی در اینجا داره. سفید میخواد اینجا از تاکتیک حذف مهره مدافع استفاده کنه. پیاده مرکزی E یک مدافع بیشتر نداره و همون اسب خانه C6 هستش در اینجا. در اینجا سفید میخواد با فیل اسب رو بزنه که بعد از اینکه با پیاده زدش با اسب پیاده مرکزی رو بگیره. از تاکتیک حذف مهره مدافع داره در اینجا استفاده میکنه و در اینجا سفید میتونه یک پیاده جلو بیفته و در اینجا حرکت درست وزیر C7 رو سیاه میاد انجام میده و از پیاده خودش با استفاده از سوار سنگینش یعنی وزیر حمایت میکنه. سفید هم میاد فشار میاره به مهره آچمز و وزیر رو در خانه آچار مستقر میسازه. سیاه هم بهترین حرکت ممکنه میره. گریت موو اینجا شاغله هستش. سفید تصمیم میگیره فیل رو با اسب تعویض کنه که حرکت اشتباهی بوده در این وضعیت. سیاه هم طبیعتا با پیاده میزنه، نباید با وزیر بزنه چون وزیر در حال حمایت از پیاده مرکزی خودش هست. در اینجا سفید میاد به B3 میکنه تا یک راهی برای گسترش فیل خودش داشته باشه. میخواد فیل رو اصطلاحاً فیانکتو بکنه. در اینجا
بهترین حرکت ممکن رو سیاه انجام میده. در اینجا سیاه اومده فیلش رو در خانه آشیش مستقر ساخته و ممانعت میکنه از اینکه حریف شاغله کوچیک بره. طبق قوانین شطرنج وقتی یک خط کیش میان شاه و رخ باشه ما نمیتونیم شاغله بریم و اینجا بهترین حرکت ممکن رو سیاه انجام داد و مانع این میشه که شاغله بره. در اینجا هم سفید میاد فیلش رو فیانکتور میکنه تا از طریق فیانکتور بتونه فیل رو گسترش بده. داره قطر بزرگی هم کنترل میکنه ولی عملا در اینجا بیفایده هستش فیانکتور کردن فیل. قانون دوم چی بود؟ قانون اول ممانعت کنیم از شاغله رفتن حریف. قانون دوم جلوی شاه بریم باز بکنیم. در اینجا سیاه میاد پیاده D4 میکنه تا به مرکز حمله بکنه، به مرکز صفحه شطرنج سفید. در اینجا میخواد جلوی شاه باز بکنه، درسته؟ اگر اینجا تعویض بکنه طبیعتاً به ضرر سفید تموم میشه و همون چیزی هستش که سفید میخواد. پس در اینجا سفید آقای کاپابلانکا بوده، قهرمان شطرنج هم گفته من پیاده رو نمیزنم، در اینجا میام C4 میکنم که در حرکت بعدی بتونم شاغله کوچیکمو برم چون دیگه خط کشی وجود نداره. اما در اینجا سیاه یک حرکت به شدت خوب انجام میده و رخ ستون Fش رو وارد خونه B8 میکنه. سفید هم در اینجا میاد پیاده رو میزنه. در اینجا یک گریت موو داره سیاه، میتونید پیداش کنید؟ بله درست هستید. در اینجا سیاه باید فیلش رو در خانه B5 مستقر بسازه. وقتی که فیل رو وارد خانه B5 بکنیم اگر با پیاده بزنه خب طبیعتا ما هم با پیاده میزنیم و وزیرش به دام ما افتاده. اگر در اینجا بازم بیاد فیل بزنه ما هیچ مشکلی نداریم، در اینجا بازم وزیر جلو خواهیم بود و بازی رو به راحتی میتونیم به برد برسونیم. ما اینجا برتری داریم و میتونیم برتری به نتیجه تبدیلش کنیم. وزیر سفید در اینجا به دام میفته. اما در اینجا بازیکن سیاه که یک بازیکن ناشناس بوده و خیلی شناخته شده نبوده، به جای اینکه بیاد فیل رو در خانه B4 بذاره در اینجا ای ضرب در D4 میکنه، یعنی با پیاده ستون ای D4 رو میزنه که یک حرکت اشتباه بوده. سفید هم اینجا با خودش گفته من با 2 نیرو دارم به پیاده مرکزی سیاه حمله میکنم با فیل و اسبم، پس میام میزنمش. و در اینجا سیاه میاد وزیر خودش در خانه E5 مستقر میسازه و داره یک حمله دوگانه میکنه، هم حمله به اسب و هم داره به شاه کیش میده. شاه F1 میکنه با فیل میزنه و در اینجا آقای کاپابلانکا یک غافلگیری کوچیک برای سیاه ایجاد میکنه با حرکت اسب F3. این حرکت یک مقداری سیاه تحت فشار میذاره، اما بعد حدود 10 دقیقه تفکر سیاه تصمیم میگیره با فیل رو بزنه. سفید با اسب وزیر رو میزنه و یک وزیر به ظاهر در اینجا سیاه عقب افتاده، اما از اون طرف یک رخ رو میگیره. به ظاهر در اینجا سیاه عقب افتاده و یک وزیر رو از دست داده، اما در اینجا به علاوه اینکه سیاه تونسته یک تفاوت ازش بگیره و 2 سوار سبک جلو هستش، برتری کاملا با سیاهه. چرا؟ چون عملا نمیتونه رخ خانه چکش رو سفید فعال بکنه، جایگاه شاهش ناامنه، اون اسبش حریف 2 فیل نمیشن، برتری 2 فیل داره در اینجا سیاه. و تنها چیز خوبی که در اینجا سفید داره همون وزیرش هستش که عملا وزیرش هم کنج صفحه شطرنج هیچ کار خاصی رو انجام نمیده، حتی ممکنه در آینده به دام بیفته. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. اگر از آموزش ویدیوی ما خوشتون اومده میتونید ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو فعال کنید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید.